ما عثمان رو نمیشناسین. عثمان دیگه چیز میگه و شما دیگه چیز میگین. هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کسی از گمان خود سر ما فیصله کرد و از درون من نجست اسرار من، که من داخل خود چی اسرار دارم از این کس نفهمید. حضرت عثمان خواست، حضرت عثمان آمد شش. یا عثمان بله قافله چقدر شتر است؟ 1000 بار 1000 شتر است. چی بار است؟ مواد غذایی. و اینجا چی گپ است؟ قحط است، مواد غذایی هیچ چیز نیست. خب تو گفتی که 10 چند فایده بده؟ گفت بله ما گفتیم سه. چرا؟ گفت به خاطر ازی که من اینمی 1000 شتر خدا به خاطر خدا بر از این مردم مفت میتم و تجارتم کت خداست. چون خداوند گفته که 10 برابر است. والحسنة بعشر امثالها. یک نیکی که خداوند 10 چند، بنابراین من 10 چند ثواب میگیرم. پس من این کاروان خدا در این شرایط سخت فایده اونجا خدا در نظر دارم، نه فایده اینجا را. این است هدفمندی. بنابراین وقتی انسان هدفمند بود دنیا را دوست داره. ما دنیا را دوست داریم. وقتی که نماز خوانده میشه در نماز جمعه، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. پس تجارت کردن و مال داشتن و دنیا داشتن فضل خداوند است. بد خو نیست، زشت خو نیست. لکن زشتی دنیا چه وقت میه؟ وقتی که دنیا هدف بگرده. اگر ما دنیا را دوست داشته باشیم من حیث یک وسیله، من موتر را دوست دارم نه به خاطر ازی که تمام رو صافیش کنم و خودم تاشار پای پیاده برم، باز وقت موتر هدف نه هدف میگرده، وسیله نشد. اما ای که وسیله باشه که مرا تاشار ببره و پس بیاره، اینجا موتر خوب چیز است. وقتی که وسیله بود خوب چیز است. و دنیا بد میشه وقتی که خود دنیا هدف بگرده. پس ما مسلمان ها هدف ما خداوند است و دنیا و پیسه و مال و زندگی وسایل است که ما را به عبادت خداوند متعال جل جلاله نزدیک میسازه. یک روز یک نفر در قسمت پیسه یک خطیب صحبت میکرد. یک نفر در آخر صف ششته بود. خطیب برش گفت هدفشی بود که پیسه من حیث هدف بد چیز است. چون اگر پیسه را هدفت ساختی بالاخره این پیسه دشمن برات میگرده. پیسه را من حیث وسیله استعمال کو. یک استاد گپ میزد، شاگردش خیلی را پاره پاره کرد، او سواندا. استادش برای گفت که بچه جان من خب منظورم این نبود تو ازاری را پاره پاره کو سپرتم. من منظورم این بود که ازاری را از قلبت بکش در جیبت بان مصرف کو. ازاری را در قلبت جای نتی، از قلبت بکش در جیبت بان به حیث وسیله استفاده کو. وقتی خطیب درباره پیسه گپ میزد، یک نفر در آخر ششته بود، یک سدی در جیبش بود، یک دانه سدی در جیب خود داشت. خواست این خطیب تکذیب بکنه که تو چی میگی که پیسه چطور است؟ ببین که حالا پیسه کارا چطور میکنه. یک نفر در صف اول ششته بود، برازی واسطای کرد، یک مسکال داد، گفت که بیادر یک سدی میتونه تا جای تا به من اعلان نمیتی؟ این نفر هم گفت والا سدی شیرین است. چی صف اول مسجد، چی صف آخر مسجد. سدی را گرفت و رفت داخل مسجد شیشت و اومد که آمد اینجا شیشت، دست خود بالا کرد. استاد بله صاحب، این تا بالا شما میگفتین پیسه چطور است، چرا است، فلان است، فلان است. این پیسه بود که مرا صاحب از صف آخر آورد در صف اول. چطور است پیسه؟ او بی برادر، تا وقتی که سدی در جیبت بود تو در آخر صف قرار داشتی و این نفر که سدی نداشت در قطار اول بود.
حالی که صدی گرفت در جیبش داخل شد رفت آخر و تو که صدی را ایلا کردی آمدی در قطار اول. پس پیسه وقتی که برای هدف استعمال شود انسان چی میکنه؟ دنیا وقتی که برای هدف رضای خداوند استعمال شود پس پول و زندگی و مال انسان به مقام عالی میرسانه مثل حضرت عثمان. اما وقتی که پول به خاطر از این استفاده شود که من پیسه داشته باشم باور به خدا بکنین که پدر کلان مگروس قصه کرد. گفت بچیم اینجا یک کسی بود گفت از مقتدیای ما فوت کرده بود، گفت مرا خواستن که بیا میراث از این رو تقسیم کن. گفت ما رفتیم صاحب، گفت مولوی صاحب بین میراث از این رو تقسیم کنین. گفت رفتیم که در یک اتاق است که می اتاق کی نفر دو زندگی میکرده چند سال. گفتیم در بین اتاق 7 دانه قلف از دروازش، هر بچه در مرگ ازی آمده یک دانه قلف انداخته کو بیا دروازه نکن. خب وقتی کل بیادر مادر شد هر کس کلیا را کشید دروازه را قلفایش واز کردن. گفت وقتی که داخل رفتیم یک تخت ماندگی است، در زیر از این تخت گفت این بندلای پیسه است، قیمت دکه مانده. ریش سفید گفت اشتباهش جایی بود که پیسه را وقتی که مانده چند وقت نم بوده سر از یک تخت مانده و سر از این خو میکرده. حالا پیسه را که بالا میکنه خاکستر گشته. گفت من همیشه استاد هستم که این بچه‌هاش میگه خدا نبخشید، خدا دا گور سر چپا پرتید، خدا دا کار خدا کنید، ای خدا گور تا آتش بگردنه. اومدم استغفار بگوین لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله خیر است نه خدایی را نبخشه این خدا نامرز. دیدی به اون پدر پیسه برش چی گشت؟ غم گشت، خدا نامرزی شد. این حالا کسی که مسجد و خانه خدا را جور میکنه و در راه دعوت و در راه دین پیسه خود استعمال میکنه او را میگه دیروز ما در جای شتیم گپ سر مسجد نبوی یاد شدم و جای جوشیر یک مسجد جور کرد به نام مسجد نبوی، یک نفر ازبک همون مسجد جور کرده و 2 منزله کرده. باور بکنید مجلس کلگی می خدا ببخشش آمدم مسجد تعداد کرد، خدا ببخشش مسجد جور کرد، خدا ببخشش اون دم کنج مسجد دفن است، خدا ببخشش خدا قبرش برش روزی جن در یک مجلس کلگی خدا ببخش خدا ببخش خدا ببخش. و اونو مردکر پدر کلام گفت فرق برای بچه‌اش میگم که او بچه‌م خیر از پدرتان بود جوانتان که چه خبرتان موتر خرید پیسه خرید خیر سینی یک چند بندلکش خاکستر نه خدایی را نبخشه که موترایش. دیگه از عبادت‌های فکری یکی هم خیرخواهی است. یعنی انسان مسلمان همیشه خیرخواه می باشه. چه قسم خیرخواه می باشه؟ اگر یک نفر بگویه ببینین آیات قرآن کل دعایش بخوانین، مثلا ما شما ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی که یک نفر استاد میشه نماز میخوانه به نمایندگی از تمام مسلمان ها به خداوند تعهد میکنه و وقتی که دعا میکنه میگه ربنا ای خدا المختناستم ربی خدای من، میگه نه تو نگو، قرآن برای ما درس میده بگو ربنا خدایا پروردگارا، نا جمع است یعنی خود پروردگار ما ای خدای ما آتنا بتی برای کل ما فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا ربنا ظلمنا انفسنا. ببین هیچ جایی نگفته که ربی خدای تنها ما را ببخش، ربنا اغفر لنا خدای ما را ببخش کل ما را، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان و برادرای ما کلشان که. ببین اینجا چی است که نیت مسلمان همیشه باید در خیر خواهی باشه برای کی؟ برای مسلمان و حتی برای غیر مسلمان. یعنی امروز وقتی که دیگرها زور پیدا میکنه خانه ما را بمبارد میکنه، دیگرها زور پیدا میکنه ما را بندی میکنه، دیگرها زور پیدا میکنه وطن ما را خراب میکنه، دیگرها زور پیدا میکنه ثروت‌های ما را چور میکنه. ولی اگر یک مسلمان زور پیدا کرد چی میکنه؟ شاهد شمشیره زور پیدا کرد در افغانستان چی کرد؟ برای پدرها و پدرکلانای ما شما دین آورد که امروز 1400 سال بعد بازم قبر از زیر مردم خوب نگاه میکنه. چرا؟ قبر مکناتن چرا خوب نگاه نمیکنه؟ به خاطر که مکناتن آمده بود که مردم از ذلیل بسازه. و در شهدای صالحین شما ببینین جابر انصار و تمیم انصار آمده بودن که برای ما
نور و رحمت انتقال دادن. و اردوی از اینا از کجا آمدن؟ از جای آمدن که وقتی که میشیش در مقابل کلکینش خانه خدا، وقتی که مسجد میرفت مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. شما خودتان خواندین در احادیث شریف که خواندن نماز در مسجد مدینه منوره، در مسجد پیغمبر خدا، و خواندن نماز در بیت الله شریف چقدر ارزش داره. چرا پس این مردم آمدن او را کلش ترک کردن؟ چون در نیتشان خیرخواهی بود. اسلام بر از این است که من تجار باشم، تمام روز پیش من تسبیح است، اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی، اللهم اغفر، خدای مرا ببخش، دیگه کس نبخش، خدای مرا ببخش، دیگه یا من برم حج ثواب از من برم فلانی کار کنم از من نفل بخوانم از من. نه، این اسلام خدا قبول نداره. خدا اسلام را قبول میکنه که اگر 2 رکعت نفل خودت خواندی، یا 2 نفر دیگر هم بیار که 2 رکعت دیگه واقعتت بخوره. یعنی خودت نگو که من تنها به جنت برم. این دفعه که در درس آمدی نیتت خیرخواهی باشه. ولی من امروز آمدم این گپا را نمیفهمیدم، و چون نمیفهمیدم عمل کردن نمیتونستم. من فهمیدم پس حق داره که بچه کاکایم، بچه مامایم، فلانی رفیقم، فلانی دوستم، اونم بگیم بریم که روز جمعه از بیکاری کردن بریم یک 5 دقیقه درس بخوانیم. این از خیرخواهی در دین. بناء اساس خیرخواهی در دین در چی است؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. در دعوت است. کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین مردم هستین. ما چی کمال داریم که بهترین امت ها هستیم؟ چی کمال داریم؟ رنگ ما سفید است؟ نه به خدا از تو که اروپایی خوب مقبول تر است، خوب اندام قوی دارم. نه بابا از تو که افریقایی تو اندام داره که 6 تایی تا در یک دست خود گرفته چیز میکنن. خیما چرا بهترین امت ها هستیم؟ میگه شما خیر امت تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. کسانی هستین که خیرخواه هستین، مردم به نیکی دعوت میکنین و از بدی ها مانع میشین. در این صورت شما بهترین امت میشیم. اگر مردم به نیکی دعوت نکنیم و از بدی مانع نشیم و به مردم حق نرسانیم، باز ما شر امت میشیم به نص قرآن. چون قرآن قید کرده که بهترین امت هستین به خاطر اینی صفتایتان، بد میشین به خاطر اینی صفتایتان. از این خاطر یکی از عبادت‌های فکری چی است؟ یکی از اساسات عبادت‌های فکری است که انسان مسلمان همیشه سعی و تلاش داشته باشه که در پالوی خود چند نفر دیگر هم در راه خداوند دعوت بکنه. تنها برای خود ثواب جمع نکنه. ثواب جمع کردن تجارت است، اما دعوت دیگران به حق این ایمان است. این اساس ایمان است که باید 4 نفر دیگر هم حق در حرکت باشن. 5م عبادت، 6می عبادت فکری اخلاص است. یعنی انسان هر عملی را که میکنه، ببینین میوه 2 قسم فاسد میشه. میوه 2 قسم فاسد میشه. و انسان مسلمان مثل سیب وارث به نزد خدای عزوجل. بوش لخلوف و فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. وقتی که انسان روزه میره دانش کمه که تعفن می داشته باشه، یعنی بوی خوب نمی باشه، لکن اینمی بوی دان روزدار پیش خداوند میگه از بوی مشک کرده هم از این کرده خوشتر و صفاتر و برتر است. پس انسان مسلمان مثل یک سیب است. خب این سیب چه قسم گنده میشه؟ سیب چه قسم گنده میشه؟ سیب عادی اول. سیب عادی تو گنده میشه یا از بیرون یا از داخل. احیانا از بیرون سهل میکنی که کرمه آمده ایره خورده، میگه بیادر این سیب نمیخوری، گنده است نه معلوم میشه. و احیانا یک سیب میخری که بیرونش بسیار خوبش است